بچه یکی از کیهانه مهم که شما باید یاد بگیرین تو حرکت ضربه زدنه. یعنی من میخوام برم رو به جلو با پای عقب حرکت کنم، رو به جلو ولی ضربه میزنم. حالا 3 تا تکنیک زیبا که با رو به جلو رفتن میتونین ترکیبش کنین با این ضربه اینه: رو گیاکو زوکی، دوباره گیاکو ماواشیگری، دوباره میشه گیاکو ماواشیگری. همزمان که پا رو دارین برمیدارین دست هم میزه ایچ نی با پای عقب سان. ببینید 3 تا ضربه قوی پا و دست بزن فرشا جان. پارسا بزن. کم فاصله بگیر ارشد جان از کیسه، از این زاویه بر بزن. میگه فاصله بگیر. خب حالا با پای عقب یه جلو، میبینید یه دست عقب یه پا عقب دوباره میشه